سلام، وقت بخیر. احمدی هستم، یکی از کارشناسان فنی مجموعه فراتن. توی این ویدیو قراره در مورد سیستم تیکتینگ و ارتباط مشتریان با فروشگاه شما صحبت کنیم. شما زمانی که یکی از دموهای آماده قالب فراتن رو به صورت بسته نصبی آسان روی سایتتون بارگذاری میکنید و رام میکنید، یه دیزاین این تیپی بسته به اون نوع دمویی که انتخاب میکنید رو روی سایتتون دارید. زمانی که کاربرها وارد فروشگاه میشن، ثبت نام میکنن و وارد پنل کاربری خودشون میشن، اینجا میتونن از طریق این گزینه تیکت ها برای شما تیکت ارسال کنن. حالا چه تیکتی به چه دپارتمانی با چه اولویتی رو شما تو مرحله اول باید براشون تعریف کنید. به این شکل هستش که شما زمانی که قالب رو نصب و راه‌اندازی و اکتیو کردید، داخل قسمت تنظیمات فراتن سیستم تیکت میایید هر کدوم از این آیتم ها رو نیاز دارید روشن میکنید. برای روشن شدن سیستم تیکتتون، زمانی که این رو روشن میکنید، این پست تایپ تیکت ها اینجا اضافه میشه. برای اینکه به مشکلات باگ یا اون اختلالات مرسوم وردپرس نخورید، زمانی که اینها رو روشن کردید و تنظیماتتون رو انجام دادید، ذخیره تغییرات رو زدید، لطفاً تشریف بیارید داخل پیوندهای یکتا. یک بار پیوندهای یکتاتون رو بروز کنید که توی دیتابیستون هم این موارد آپدیت و بروز رسانی بشه. همین فقط روی نام نوشته باشه و اینجا ذخیره تغییرات رو یک بار بزنید. زمانی که این پیغام رو دیدید که پیوندهای یکتا بروز رسانی شد، شما دیگه سیستم تیکت این قسمت زیر تنظیمات فراتنتون فعال شد. خب ما وارد قسمت تیکت ها میشیم. شما تو مرحله اول باید دپارتمان ها رو تعریف کنید، یعنی افزودن دپارتمان تو قسمت دپارتمان تیکت. شما بسته به اون نوع فروشگاه اینترنتی یا اون کاری که دارید از این قالب فراتن انتظار دارید، نیاز به یه سری دپارتمان ها دارید. حالا میشه واحد ارسال، پشتیبانی، مالی، مرجوعی کالا، هر چیزی که شما فکر میکنید نیازه که کاربر به اون واحد یا به اون دپارتمان تیکت بزنه رو شما اینجا اسمش رو اضافه میکنید و اضافه کردن دپارتمان رو میزنید و اینجا اضافه میشه. این دپارتمان ها کجا مهمه؟ زمانی که کاربر داخل پنل کاربری خودش ایجاد تیکت جدید رو که میزنه، اینجا این دپارتمان ها رو میبینه. یعنی اگر اونجا اضافه کنید، اینجا کاربر دسترسی بهش داره و میتونه ارسال کنه. بعد از اینکه دپارتمان ها رو تعریف کردید، حالا این توضیح خاصی نیازه براش بذارید یا نامک خاصی بذارید، میاد تو قسمت اولویت های تیکت. توی بحث اولویت ها شما اگر دوست داشتید میتونید اولویت تعریف کنید، اگر هم که نه میتونید تعریف نکنید. ولی مثلا اولویت های چیزی که ما به صورت دیفالت اینجا تعریف کردیم، عادی، متوسط، مهم یا سریع. اگر توی تیکت هایی که معمولا به هاستا میزنید و این قضایی اگر میبینید مثلا فوری یا مثلا درجه اهمیت بالا یه همچین اسامی رو گذاشتن روی تیکت هاشون، شما اینجا میتونید اونها رو اضافه کنید که اینها رو هم کاربر داخل پنل کاربری وقتی که دپارتمان رو انتخاب میکنه، اولویت رو هم میتونه اینجا انتخاب کنه. خب پس ما اومدیم اول دپارتمانمون رو تعریف کردیم، بعد اومدیم اولویت رو تعریف کردیم. حالا خیلی راحت کاربران داخل پنل کاربریشون میتونن برن تیکت رو داشته باشن. حالا یه نکته خیلی مهمی که شاید برای شما هم پیش بیاد اینه که اگر داخل پنل کاربری شما کاربرها تیکت رو نداشتن، این آیتم اینجا رو، شما باید تشریف بیارید داخل تنظیمات فراتن. از قسمت پنل کاربری اینجا قسمت تیکت ها رو تیکش رو بزنید، چون اگر این تیک فعال نباشه کاربرها داخل پنل کاربریشون تیکت ها رو نمیبینن. پس این نکته تیک دار بودن این قسمت هم مهمه که کاربراتون بتونن ببینن این موضوع. خب حالا ما بریم از دیدگاه یک کاربر یه تیکت ارسال میکنه. ما اومدیم به عنوان یک کاربر میبینیم که مثلا کد رهگیری محصولمون رو نیاز داریم، کد پستیمون رو نیاز داریم. مثلا حالا شاید مثلا پیامک نرسیده به اون مشتری، الان مشتری میخواد به شما تیکت بزنه که کد رهگیریشو نیاز داره. میاد اینجا ایجاد تیکت رو میزنه، موضوع
درخواست کد رهگیری پستی. دپارتمانش رو مشخص میکنه. خب معمولا واحد ارسال باید این رو ارسال کنه یا قسمت پشتیبانی. حالا ما میزنیم واحد ارسال، اولویت هم میزنیم متوسط، میگه کدوم محصول یا کدوم فاکتوری که شما خریدید مد نظرتونه. مثلا ما میگیم این آیتم لطفاً کد رهگیری پستی این فاکتور رو ارسال کنید. با تشکر. خب کاربر این رو برای شما ارسال میکنه. زمانی که این ارسال انجام شد، ادمین شما داخل پنل کاربری، داخل داشبورد وردپرس، تو قسمت تیکت ها یه نوتیف اینجا اومده که یه تیکت جدید داره. تیکت ها. خب این تیکتیه که کاربر برای شما فرستاد، درخواست کد رهگیری پستی. شما میتونید بازش کنید و بهش پاسخ بدید و تغییر وضعیت داخلش ایجاد کنید. خب با سلام، کد رهگیری شما می باشد. با تشکر. زمانی که اینجا به روز رسانی رو میزنید، این پیغام برای اون کاربر ارسال میشه و حتی میتونید اینجا نیا کنید وقتی ارسال انجام شد پاسخ وضعیتش پاسخ داده شد میشه. شما میتونید این رو در حال انجام بسته یا هر وضعیتی که بخواید براش انتخاب کنید. ما الان این رو که ارسال کردیم این تیکت رو میبندیم، بسته میکنیم. حالا داخل پنل کاربری میایم تو قسمت تیکت ها، دوباره یه نوتیف اومد برای کاربر که یه تیکت جواب داده شده و بسته شده. نگاه کنید سه تا حالت وجود داره، یا بسته شده تیکت، یا پاسخ داده شده، یا در حال بررسیه. بازم که یعنی که هنوز اصلا نخوندن، هنوز جوابی نداره. کاربر میتونه اینجا مشاهده تیکت رو بزنه و کد رهگیری رو ببینه. این یه ارسال این تیپی بود که شما متوجه بشید که ارسال تیکت ها به چه صورت هست. تو قسمت تیکت ها کاربرای شما هم میتونن اینجا مشاهده کنن این وضعیتی که کاربرها هم دارن میبینن. تیکت بسته شده، پاسخ داده شده، یا در حال بررسیه، یا باز جوابی بهش داده نشده. این هم از قسمت تیکت های قالب فراتم بود. امیدوارم که بتونید ازش استفاده کنید. ممنون که وقت گذاشتید. خدا نگهدار.